سلام دوستان، امروز میخواستم نهایی آموزش ساختن مدل سه‌بعدی صندلی چوبی رو بهتون آموزش بدم که عکسش رو همینجا مشاهده میکنید. این صندلی سمت راستیه. خب بریم شروع کنیم. ما با برنامه 3ds Max 2017 شرکت اتودسک کار میکنیم. خب برای شروع یه دونه باکس میسازیم. گرین پوینت و از مرکز یه باکس درست میکنیم. خب به این متریال بدیم، کلید ام را از صفحه کیبورد فشار میدیم تا متریال ایدیتور باز بشه و متریال اد میکنیم و رنگش رو یکم تیره تر میکنیم. خب بله، طول و عرضمون رو 100% میدیم و ارتفاع رو 5 میکنیم. راست کلیک میکنیم و از کنیم تو تیبل پولی استفاده میکنیم. همه گوشه ها رو انتخاب میکنیم و روی چمفر کلیک میکنیم به صورت بریم با یه باکس جدید کاران رو انجام بدیم. کاران دقیق تر باشه. همه متریال رو به همین باکس هم میدیم. از پایه زیاد بلندی استفاده نمی‌کنیم. همین مقدار کافیه بکنم. مقدار 35 طول از 10 میگیم. شاید ارتفاع رو یکم بیشتر کنیم و به 40 عالی میشه. بعد از زاویه رو نگاه کنیم و دقیق تر کارمون انجام میدیم. خب بذارید من این قسمت رو پاک کنم چون این قسمت نیازی نداریم. یه بار دیگه میگیم. خب شاید بهتر باشه که این عرض رو اینجوری جدا کنیم. هاید آن میکنیم، همه رو برمیگردیم، همه چیزهای هایدمون رو. خب بیایید پایمون رو جای مناسب قرار بدیم. در گوشه راست بالا
بعد از اینجا دقت کنید دقت 0 از محور x و y x و y در اینجا 43 در 43 قرار میدیم و با کلید شیفت درگ کپی میگیریم در این قسمت این باید منفی 43 باشه در این قسمت هم همینطور منفی 43 در اینجا هم مثبت 43. خب هر 4 تا پایان رو اتک میکنیم تو هم میریم سراغ این قسمت صندلیمون. خب میریم سراغ این قسمت های افقی جلو و بغلا. خیلی ساده میتونیم یکی از پایان انتخاب کنیم. کلید مثلا بخوام 5 رو انتخاب کنیم این قسمت و یکی از پایه ها رو انتخاب میکنیم و یک کپی ازش میگیریم. نیازی به اسم نداریم. قسمت پایین رو پایه رو هم پاک میکنیم چون نیازی به قسمت هم نیست. یعنی قسمت پایین و این قسمت بالا پس اینا هنوز جلو و پشت صندلی رو معلوم نیست یا بغل صندلیمون، ولی خب من اصلا این رو مشخص کنم این قسمت رو این قسمت بغل. خب میدید اینجا این مقدار 43 و در اینجا باید مثبت 43 باشه. جفتشون کلیک میکنیم و یک کپی در این زاویه میگیریم و درگ میکنیم سمت بالا همچنان که در تصویر میبینید. بله خب بریم این قسمت اینجا رو درست کنیم. در 4 زاویه هست. بله یکی از قسمت رو کپی میکنیم بریم سمت بالا و در اینجا هم از قسمت بالا هیچ استفاده نداریم، به همین دلیل قسمت بالا رو پاک میکنیم. بله خب کانکت میدیم. اگر از هر کانکت های بیشتر استفاده کنیم خب مدل ما خیلی بهتر به نظر میرسه. هرچی از کمتر مدل ما فرم زیاد زیبایی به خودش نمیگیره. خب همونطور که میبینید فقط یه قوسی داره اینجا سمت داخل. خب من از یک طرف اندیست میکنم 3 تا میگیرم بقیه اوبجکت ها رو هاید میکنم مخفی میکنم و یکم سمت بالا میبرم و وسطی را یکم بالاتر شاید بهتر باشه بالاتر بره. بله همینجوری. فکر کنم که خوبه نیازی نیست که از سگمنت های بیشتر استفاده کنیم.
از همین مقدار خوب به نظر میرسه. آره عالیه. خب یک کپی میگیریم، منفی 33 عدد ها این مقدار 43 نه 33 یا 34. بله خب یک کپی و تمام. بله شاید بهتر باشه که این کار رو هم بکنیم. یه بار دیگه اینا رو هم پاک میکنم. باید تنظیمات یووی رو تنظیم کنم تا مشکل در نخوریم. بله اوبجکت رو هاید میکنم، مخفی میکنم. کل مدل انتخاب میکنم، پلان زای پایین یه دیگه. بله صاف بکنم، عمودی صافش میکنم. بله درست فکر کنم خوب باشه، شاید هم فکر نکنم. بله چک کنیم. نه خوب نیست. خب چیکار میکنیم؟ هر زاویه رو مستقل از خودش انتخاب میکنیم و روی خودش کار میکنیم جداگانه. قسمت پایین محور زد برابره به یک کار دیگه هم بکنیم. این سگمنت های اینجا نیازی به این سگمنت ها نداریم ما حقیقت. میتونیم این سگمنت ها رو به گوش ها کانکت به متصل کنیم. این رو میتونیم اینطور اینجوری، شاید هم نیازی نباشه، اونی که میزنیم به اون همونجوری. کپی میگیریم 34 معذرت هم بازش رو شد 43 و یک کپی خب بیایید همه رو کانکت بدیم. به نظرم بهتر میشه اگر یکم اینا رو تونتر کنیم، یکم
ارتفاعشون رو بیشتر کنیم. بله اینجوری بهتر شده. عالی. خب میرم قسمت به این قسمت کار کنیم. به این قسمت خب پس هم که گفتیم این قسمت جلومونه و این قسمت بغل. خب دو پای عقب انتخاب میکنیم و کلیک درگ سمت بالا کپی میکنیم. و برعکسشون میکنیم، یعنی سر ته میاد بالا و بالا میاد پایین. و یکم میچرخونیم به حالت اگر دقت کنیم یکم حالت خمیده داره. و سمت پایین کاملا رفته داخل چوب این قسمت. عدد x انتخاب کنیم یکم سمت مثل اینکه همون زاویه قبلی بهتر خوب بود، عالی بود. خب قسمت های بالا رو انتخاب میکنیم و یکم طولانی ترش میکنیم به این حالت. معذرت میخوام. بعد بله عالی شد و یکی از این پایه های پایین کپی رو در سمت بالا میکنیم. از این زاویه فرانت جلو بهتر میتونیم درک کنیم و بفهمیم. خب همونطور که میبینید یه مقدار قوسی داره اینجا و دوتا کوچیک پایین هستن. خب ما چیکار میکنیم؟ یه کپی از این میگیریم به پایین و قراره که عملی روش انجام بدیم یکم ارتفاعش رو بیشتر میکنیم. خب من 4 سگمنت میدم بهش، شاید هم 3 سگمنت خوب کافی باشه. و زاویه بالا نگاه کنیم. خب خوبه. بله این یه مقدار قوسی گرفته. موازا میکنیم خطوط اینجا رو، مدلمون رو یکم رفتر داخل چوب بیرون دیگه وجود نداشته باشه. و بله عالی. کم شاید بالاتر. بله عالی شد. خب همین کارم با این مدل پایینیمون انجام میدیم. جلوتر دقیقا عالی. خب
خب بله یه مقدار چوب هایی در بین ما اینجا هستن، یک کافی در اینجا، یه دونه اشتباه شد. بله دقیقا همینجا و یک کپی ازش میگیریم و بریم سمت پایین در اینجا در قسمت پایین. بله شاید یه مقدار بالاتر، دقیقا تقریبا میدهیم. عالی شد. خب الان باید این چوبای به این 4 تا چوبی که این چوبا میسازیم و کپی میکنیم و این قسمت رو هم درست میکنیم. خب بازی که این چوب این پایین رو کپی میکنیم سمت بالا میریم، میچرخونیم از سمت عمودیش میکنیم و خب تقریبا میشه گفت اینجا باریک میشه بینش و سراتش یکم کلفتر. خب این درست کنک بدیم و اینجا دیگه اینجا کوچیکش میکنیم. خیلی خوب. خب الان میخوام کنفرم اینجا میدیم به طور خیلی پایین. عالی. خب مدونه که باید نازکتر باشه. این روش درست نیست، باید زده هم درسته از این حالت زکش کنیم و عالی. خیلی خوب. خب 4 تا شما میتونید حتی از 5 عدد از این تیکه چوب استفاده کنیم. من یاده به 4 عدد نداریم که بگیم باید 100% 4 عدد باشه.
جدید. سمت جلو بیاریم، نظر میچرخونیم یکم دیگه. عالی شد، عالی. دوتا کپی از این رو میگیریم و بیاید اینا رو تک کنیم، بچسبونیم به هم یعنی و دو ایپسیلون دو محور وای تغییرش میدیم. مثل اینکه یک مقدار عقب‌تر بره و این مدل جلوتر بیاد. بله عالی. خب الان فکر کنم باید دسته های صندلی ما رو درست کنیم. قسمت دسته ها هست همونطور که می‌بینید در اینجا. از لاین استفاده میکنیم. فکر کنم این روش بهتری باشه، امیدوارم. چهار سگمنت میچرخونیم تا قسمت درستش بود. سایدش هم بزرگتر میکنیم. زیادی دراز شده. بهتره. خب این شد الان یک چیزی. این مقدار بزرگتر. نازکش میکنیم، متریال رو اد میکنیم و قسمت رو دلیت میکنیم و کاپ میکنیم. بعد کانتری بله عالی.
خب با ویوی فاب کارمون شروع کنیم روی مدل دستم. خب مثل اینکه متریال چوب دستم راضی به نظر میرسه جز سر و تهش. که اون کارانو با هم انجام بدیم. متریال رو کنترل میکنید تا هیچ مشکلی نداشته باشه. عالی. و کپی الان میتونیم از دستان کپی بگیریم و جایگذاری کنیم. تا قسمت پایین قسمت پایین هم میخوام از یک لاین استفاده کنم. قسمت دستان تنظیم میکنم. خب اول سایز شو میریم پایین. چیزی باید کم نازکترش کنم و قسمت بالا و قسمت پایین رو دیلیت میکنم چون نیاز به این قسمت رو نداریم. بعد از اون گفت همه زاویه ها رو تو زاویه سرعت چنفر میکنیم در مقدار پایین. متریال میریم به متریال شفافیت بدیم.
کنترل کنیم تا هیچ مشکلی وجود نداشته باشه. مثل این که یوی مپمون زیاد از کارمون راده نیست. قسمت بالا میشه قسمت سمت راست و قسمت سی. یک کپی و پیست عکسش میکنیم مختاریم داخل که برخورد داشته باشه. بله خب ما میتونیم حتی یک کپی دیگه از این چوبمون به قسمت بدیم، شاید بهتر بنظرم میاد، شاید هم نه. نباشه بهتره، یا شاید خواهد در کنار هم باشن، نزدیک هم اینجوری. بله اینجوری بهتره. خب فکر کنم کارمون با مدل 3D تمام شد. فقط اتک کنیم و یوی مپ رو تنظیم کنیم یا کنترل کنیم. و اتک همه رو تو هم اتک میکنیم آبجکت اونا و خب این مدل سعودیمون آماده و اکسپورتش میکنیم در هر تکسچر
قوت صفر یک. خب وارد برنامه سابستنس پرینتر رو میشیم. نیو سلکت مدل رو انتخاب میکنیم. 2048 اوکی. خب مدل رو وارد برنامه سابستنس پرینتر کردیم و آماده تکسچرینگ هستیم. بیک تکسچر میزنیم و مدل رو انتخاب میکنیم و بیکینگ میکنیم. اوکی. خب مدلمون الان 100% آماده است تا کار لازم رو انجام بدیم. خب یک متریال چوب بهش اضافه میکنیم. شاید این متریال خوب باشه، مناسب باشه. بله خوبه، ولی بذارید یکم عالی. خب فقط در زاویه دسته ها زیاد مناسب نیست، برمیداریم ماسک میدیم. همه قسمت چوب رو انتخاب کنیم به جز دسته ها. قسمت بالای دسته منظورم از فقط. خب کنترل کنیم که همه جا انتخاب شده باشه. درسته. خب از مثلا کپی میگیریم، دوبل میکنیم یعنی و ماسکمون رو کلیر میکنیم. و حالا دسته ها رو انتخاب میکنیم، دسته های قسمت بالا رو. تمام زاویه ها رو در زاویه 90 درجه میچرخونیم. حاضر کنید
که صفحه تخت، این قسمت تخت صندلی رو هم در راستای دستا قرار بدیم. بله عالی. لایه جدید کنید، رنگ مشکی، هاید من نورمال رایت من متال مپ رو همه رو خاموش بکنید، فقط کلر مپ روشن میزنیم باشه. یه ماسک جدید و یک جنریتور جدید. برای تشخیص تفاوت فقط روشن کنید و میتونید این قسمت های برخورد آبجکت ها دست پایه و بقیه جا متوجه میشید که چه تغییرات وجود میاد. اگه به اینجا توجه کنید یا به این قسمت، بله. خب بیاید یکم تنظیمات اینجا رو درست کنیم. شاید این مقدار بیشتر کنیم، یکم زیاد شد. بله این هم باید یکم کمتر شد. عالی. خب در قسمت براش میریم و JPG